یکی از سمت‌های مهمترین سیاست حکومت جمهوری تاجیکستان و مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی تأسیس جایهای نوی کاری برای ساکنان مملکت و بلند برداشتن سطح نیکو احوالی مردم کشور میباشد. این موضوع در پیام نوبتی اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان تحلیل عمیق یافت و در نوبت خود به وزارت‌های مهنت، مهاجرت و شغل اهالی، معارف و علم و مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی دستور داده شد که جهت زیاد نمودن کورس‌های آموزشی برای کلانسالان، جلب بیشتر اهالی به کسب به خصوص بانوان و جوانان و آموزش کسب‌های گوناگون چاره‌های مشخص اندیشند. دستور و هدایت‌های پرزیدنت مملکت را مسئولین مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه شهرنو مورد اجرا قرار داده با اشتراک دایره وسیع کارفرمایان و کارجویان یارمارکه جایهای کاری خالی و وظیفه‌های آزاد برگزار نمودند. امروز در ناحیه یارمارکه جایهای خالی کاری برگزار گردیده ایستاده است که در این یارمارکه 8 کارخانه و تشکیلات‌های ناحیه اشتراک نموده زیاده از 236 جایهای کاری خالی را پیشنهاد کردند. عین حال 7 نفر از حساب یارمارکه روخت گرفته به کارخانه‌ها حلقه سفربر شدند. 15 نفر به کسب آموزی جلب کرده شد، 20 نفر به کارهای جمعیتی نامنویس کرده شد. شعبه تصمیم گرفته است که چنین یارمارکه ها رو در آینده زیادتر نموده شهروندان به شغل ناحیه را با جای کار تامین نماید و به کسب آموزی شهروندان به کسب را فرا گرفته آنها را صاحب کسب نموده با جای کار تامین نماید. مورد ذکر است که چاره‌بینی مذکور به خاطر تامین جوانان و مهاجران مهنتی به وطن بازگشته تشکیل گردیده بود. مرکزهای کسب آموزی کلانسالان که آموزش هنرهای ملی از قبیل ادرس بافی، لباس دوزی، قالین بافی، لباسهای خارجی و تکنولوژی معاصر را براه ماندن در یارمارکه اشتراک نمودند. امروز می‌دارم از پیشوای معظم ملت که برای ما جوانان آینده ملت یعنی که این گونه کورس‌های که آموده یعنی که شرایط‌ها مهیا نمودند و ما در شغل اهالی ناحیه شهرنو کورس‌های که آموده کامپیوتری خواندیم. امروز سرتیفیکت خود را گرفتیم و غیر از کورس‌های که آموده کامپیوتری باز دیگر کورس‌های هستند که می‌توانند که دیگر شخصیت‌ها آمده در اینجا تحصیل نموده برای صاحب کسب شدن خود یک معلومات گیرند. برای پس کردن سطح بیکاری اهالی از جانب ریاست اگنتی مهنت و شغل اهالی در ناحیه شهرنو یارمارکه‌های جایهای کاری خالی و وظیفه‌های آزاد به طور دائمی گذرانده می‌شود. مسئولین نیت دارند چنین چاره‌بینی‌ها را در مرکزهای جماعت‌های دهات نیز براه مانند.